خب دیالوگ جدید رسید، خالی بندا بشینن. بیا این دیالوگ تو، اینم دیالوگ تو. بگو، اول تو بگو. پولدارترین آدمی که دیدی شغلش چی بود؟ دکل نفتی داشت. تو اون جلسه که با اومده بود خودکار دستش 20 میلیون دلار. آقا آفرین خوب بود. چقدر جلسه به قیافت میاد. تو بگو. پولدارترین آدمی که دیدی شغلش چی بود؟ ببین دکل نفتی داشت. این آدم کار توی دسته 20 میلیون دلار پول خودکار تو دستش. عالی بود. مو به مو دارید اجرا میکنید. بعدی تو بگو ادامهشو. و ایشون دنبال یه درآمد ثابت ماهیانه بین 200 تا 300 هزار دلار بود. چون که خب درآمد خودش متغیر بود دیگه. مثلا یک ماه 500 هزار دلار در می آورد، یه ماه 300 هزار دلار در می آورد، یه ماه 15 میلیون دلار در می آورد. بس دیگه زنگ نزن. تو تکرار کن. این آدم دنبال یه شغلی بود که ماهی 200 تا 300 هزار دلار ثابت در بیاره. خب ببین من یه ماهی میشه مثلا 500 هزار دلار، یه ماه میشه 15 میلیون دلار، یه ماه میشه 30 میلیون دلار. من پول در میارم. بس حالا برو سراغ سیستمی که میخوایم بکنیم تو پاچه‌شون. بگو سیستمو قشنگ توضیح بده. من بعد این موضوع من اومدم یه سیستم طراحی کردم برای اولین بار در ایران. میتونه به تو درآمد ثابت ماهیانه. و چی میگی من اولین بار در ایران؟ الان اینم میخواد تکرار کنه تابلو میشه دیگه. اولین بار در ایران تو نبودی که الان اینم میخواد بگه. بگو تو. من دیگه این آپاریکا رو با همین سیستمی که داره هر ماه به من بین 50 تا 100 هزار دلار پول میده ساختم و دیگه دارم استفاده می‌کنم. حتی به اونم بدم اونم داره استفاده می‌کنه. ماهی 100,000 دلار درآمد میشه آباریکه ها. زر آخرم بزنید تمامش کنیم راحت چی. چقدر خوب، چجوری میتونیم جزو اون 500 نفر باشیم؟ فقط کافیه عدد 500 زیر همین پست برام کامل کنید. چیکار کنیم جزو اون 30 نفر باشیم؟ عدد 25 این پایین بفرست. آفرین خیلی هم به قیافه‌هاتون میومد. برای اعتراض به کپیکاران اولین سیستم پاچه فروکن‌های ایران همین الان کلمه مزغلو براشون کامنت کن.